خدا مشکل اینا را حل کنه. نکن خواه این کار را نکنین، این گناه داره. پای کس خم نشین خواهرم. نان چیز نداشتیم کاکا جان، برای نمک یک نان احتیاج محتاج است. شب داده تا نان بازاری کلماتی کن سر شام پس شب. غریب مسکین هستیم کاکا جان. خوب هستی خاله جان؟ ها کاکا جان. چطور است وضعیت اقتصادی تان؟ بیشتر بسیار شور شر میکردی؟ نان چیز نداشتیم کاکا جان، برای نمک یک نان احتیاج محتاج است. شب داده تا نان بازاری کلماتی کن سر شام پس شب. غریب مسکین هستیم کاکا جان. کیه سرپرست خانه تان؟ سرپرست خانه ما که یک سال شده شوهر مرده. خودت کار میکنی؟ نه کار چیز نمیکنم که وارم نه قانون جیجا میتیم. نکنین دیگه نکنین. خداوند مهربان است. انشالله این مبحث ها را استفاده کنین. داینده ما هستیم، در کنار شما هستیم. سعی شما تماس تان میگیریم و کوشش میکنیم ما در ما باشیم. ما کاکا جان سیاست هستم. خدا مشکل اینا را حل کنه. نکن خواهر. شما رو زیاد کاکا جان که از من آدم شهید کی شما ما برای من. این کار را نکنین، این گناه داره. پای کس خم نشین خواهر. انشالله ما شما رو ما در ما کمک میکنیم. درست است باشه؟ باشه است. ما روز کاکا جان احتیاج محتاج هستم. من کشتکای من نان بازاری دادیم که بگیری بخوریم. من که روزی ما واز کنم کلی گریان دادیم که مادر جانان مرا از کجا میکردم که میدادم میشه. صحیح خواهرم، اما پای کس خم نشین، گناه داره. درست است؟ دیگه این کار نمیکنین. احتیاج هستم کاکا جان، نظردم شهید کی میکنم. این وارا را دیدم که قمان جیرا میته ما را. خب دوستای عزیز، ما انشالله این خواهر بتانیم انشالله در آینده ما در ما این مادر را کمک میکنیم. وضعیت هموطنان ما متاسفانه خراب است تا به این سرحد. داستان زندگی اینا اما قلب انسان به درد میاره. کاش بتانیم بیشتر از این هموطنان خود التیام زخم بر زخمایشان التیام باشیم و الله متعال کمک کنه ما را. بر صورت فکر میکنم دیگه امروز یک خواهرم چیز در توضیح بازگو کرد. ما دیگه تواناییم ندارم که دوستای دیگه صحبت کنم. خواهرای دیگه که آمدند من شما تصاویر دیدین، فقط لینک ها را مشاهده میکنین. دوستان عزیز، ما الحمدلله امروز 240 خانواده را کمک کردیم و این برنامه ادامه داره و به صورت ما اسپانسر هم داریم، فامیلا را اسپانسر میکنیم. مثلا می خواهر آدرسش میگیرم و مادر مایی را ما اسپانسر خواد کردیم. بین که یک پول ارتباطی که ما قرار شدیم از این فرصت استفاده کنین در ماه مبارک رمضان. شما با $80 میتونین که یک نیازمند کمک کنین، با $1.5 و هر اندازه که توانایی استطاعت داشته باشین. ان شاء الله لینک ها را مشاهده میکنین، ما را دنبال کنین. السلام علیکم.